عصر است که او هم داور درجه اول است. خوب با صدای شده که داور بازیگران دسته خوجا برای میزبانان باشد. یک پرتافت دیگر و داخل جریمه گاه و چگونه فرصت بود که داخل جریمه گاه انجام داده شد و ما از همین چیز باعث برای شد که ضربه درست انجام داده نتوان از بازیگر شماره 11 دسته خوجند و اینجا امکانیت بود زود توانستن که یک جهانگیر ارگاشف توپ رو میگرفت. به هر حال هم دسته دیگری توپ رو گرفت. ادامه حمله دسته خوجند پس به داخل جریمه گاه و اینجا بازیگران دسته خوجند اما حمله رو ادامه داد یولند انجلکویچ. ادامه حمله یک پرتافت دیگر به داخل جریمه گاه ضربه با سر و اینجا جهانگیر ارگاشف یک ارسال دیگر به سمت یولند انجلکویچ توپ رو قبول میکند بازیگر شماره 11 کوشش و پایبازی و ضربه و دفاعگر دسته پرواز اینجا توانست که خوب بازی کند و ضربه انجلکویچ رو برگرداند. یک ارسال طویل دیگر به سمت دوان دانیل کویکو و اینجا ضربه جهانگیر ارگاشف و چگونه ضربه خوب و خوفناک هم بود برای پرتاب به داخل جریمه گاه. امکانیت برای دسته خوجند به سمت دوان دانیل کویکو حمله‌ور دسته پرواز با توپ است پس به داخل جریمه گاه و چی کار میکنند اینجا ارسال خوبی یوان انجلکویچ پرتاب به داخل جریمه گاه بود. ادامه حمله دسته پرواز رو میبینیم دوستان عزیز. اسدبک جورابک زاده پس به داخل جریمه گاه و این چگونه ارسال بود به سمت دوان دانیل پرتاب به داخل جریمه گاه. یک ضربه دیگر با سر و خیلی نزدیک بود پیتر کیکیچ. پرتافت نوبتی به داخل جریمه گاه یک امکانیت دیگر و باز هم دلرجان براتوف میکند نیکولایس که شما نتوانست. یک امکانیت دیگر برای دسته خوجند و نوبتی با اشتراک بازیگران دسته پرواز ضربه دو دانیل کویکو و گل. بازیگر خارجی دسته پرواز موفق می شود که در این موسم در لیگ اول گل دوم خود را به هدف برساند و دسته پرواز را در این رقابت در دقیقه 82 بازی با پیش برآورد. وارد کرده می شود زود حمله جوابی بازیگران دسته خوجند و جهانگیر ارگاشف چی کار میکند. ادامه حمله دسته خوجند کوشش های نیکولای اسکیچ ضربه رو میبینه و یا نه از جانب اسکیچ اما بالاخره ضربه زد بازیگر شماره 8. بازیگران دیگر نیست با حمله دسته پرواز همراه میشوند. ارسال با داخل جریمه گاه دو دانیل کویکو اینجا چی کار میکند. فرصت خیلی خوب بود که گل دومی دسته پرواز رو دور عبدالولیف به کنار چپ رفته است. موقعی که باید دانیل کویکو در آنجا بازی کند. ادامه حمله دسته پرواز پاس به داخل جریمه گاه و گل. دوان دانیل کویکو در دقیقه دوم ایلافه کرده داور به وقت اساسی گل دوم خود را به هدف برساند. مؤلف دو گل می شود و حساب 0-2 به نفع دسته پرواز می شود. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای دسته خوجان پیدا می شود اما در آخرین فرصت منیر دولتبک و توپ رسید و ما صدای اشته که خورشید دادوبویف رو انتظار می شویم که آن هم بلند گردید و رقابت امروزه در دایره بازی های دور هفتم لیگ اولی میان دسته های خوجند و پرواز با نتیجه 0-2 به نفع دسته پرواز با 2 گل زده دوان دانیل کویکو در دقیقه 82 و